سلام دوستان، من آراز عبدلی هستم و اینجا کانال کنکوریار هستش. به پادکست امروزمون خیلی خوش اومدید. تو این کانال قرار کلی فیلم آموزشی، پادکست های آموزنده و مشاوره های خفن داشته باشیم. اگه شما هم کنکوری هستی و قرار امسال وارد دانشگاه بشی، توصیه میکنم این کانال رو دنبال کنی. هر دانش آموزی که برای کنکور ثبت نام میکنه یا اگه یه ذره برگردیم عقب شروع به خوندن میکنه، یه رشته و دانشگاه رو از همون اول به عنوان هدف انتخاب میکنه. شما چی؟ انتخابتون رو کردین؟ اگه اینطوریه خوشحال میشیم تو کامنت ها بنویسین. اگرم نه، همین الان اولین گامتون رو بردارین، یعنی برای خودتون هدف تعیین کنین. همونطور که میدونین این کانال برای کنکوریا و مخصوص رشته تجربی راه اندازی شده. توی رشته تجربی یه ذره رقابت‌ها بالاست و معمولاً دانش آموزا از همون اول با موج منفی نظرات و مشاوره‌های نادرست روبرو میشن. ولی شما باید به این نکته مهم توجه داشته باشی که سختی مسیری که انتخاب کردی به خاطر جذابیت بیش از حد هدفیه که آخرش بهش میرسی. بذار همین اول کار تکلیف یه چیزی رو روشن کنیم. خوب فکراتو بکن. اگه تا آخرش کم نمیاری و حاضری برای رویات بجنگی، همین الان کانال رو دنبال کن و تو کامنت ها بنویس من هستم. مواظب خودتون باشین. خیلی زود میبینمتون.